شکل داخلی چیه؟ شکل داخلیمون مثلث. شکل خارجی چی؟ شکل خارجیمون دایره است. خب تکنیک چی بود؟ تکنیکمون هم گریجویشن. حالا از یه روش دیگه غیر از این لایه کار کردن از یه روش دیگه هم استفاده کردی، چی بود؟ مثلث کشش. نظر در مورد مثلث کشش؟ معادل و تو کارمون خیلی سریع میشه. اگه یاد بگیری. اگه یاد بگیری زوایای. حالا نظر در مورد زاویه ها چیه؟ میتونی تو رو لذت داره پس کل کوتاهی ما خلاصه میشه توی زاویه. پس جمجمه و زاویه شناسی رو به هیچ عنوان نمیتونی از دست بدی و کل شکل ها بر اساس زاویه به دست میان. درسته؟ حالا جدول اندازه ها با سر جا